می عشق پروردگار است. هر کجا که بزرگا در باب می شعرا و بزرگا میگن او عشق خدا رو میگن. وقتی که اون عشق خدا رو یگان رمز قد که فهموندنش قیمتر که هسته باید همین رو میگن، اگر چندی که دیگر رو دیگر خیلی میفهمن. برای میگه که شراب عشق نبود ذوب انگور، تماما دیگر چیزایی او را برای گلو نوشیده نمی شود. شراب عشق نبود ذوب انگور، رهی نوشیده نشم از گلو. بدان معنا که عارف زلف گوید نظر در پیچ تابی هیچ مو نیست. وقتی که شاعر در اون نظمش زلف میگه، این زلفی کشالی که در بر گوش هسته ایره نمیگه، او تماما به این دخل نداره، او موه نیسته. او اخی برای فهمیدن اصطلاح شعرا و بزرگا بود چی هسته که خیلی علم در کار که او را بفهمه معنای گفت او را که چی میگن. مگر که جنتی حسرت میبره بر همون ساعتهایی که بیودی خدا گذشت، همین را حسرت میبره. در جنت ایستاده است، راحت های جنت دیده سه، حسرت میبره که کاش که در دنیا ذکر خدا را زیادتر میکردیم، کاش که در دنیا یاد خدا را زیادتر میکردیم، کاش که در دنیا همه محفله نشستوی که هسته مثلا با غلغلی بسیار وقوق غلغل هیچی یکان معنایی نداره. اگر آدم وقت و قسم آدم دویم در ذکر خدا باشه، اگر تجربه بشینه تلخش میکفه، همه دلش با کفیدن میوید. برای دیگه نور نیست، صفا نیست، فیض نیست، برکت نیست، الهام نیست، فقط سیاهی دیگه چیز نیست. خب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که مگر بر ساعتهای حسرت میبرد که در دنیا به یاد خدا گذاشت. الله عزوجل در قرآن بیان میکند که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، الله عزوجل میگه ای الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، الله عزوجل میگه ایمان آورده اید به یگانگی خدا، به روز قیامت، به وحدانیت پروردگار، ذکر خدا را بسیار بگید. بسیاری گفتگی الله عزوجل، نه 10 نه 100 نه 1000 نه میلیون نه تریلیون، بسیار یعنی به شمار به عدد ذکر کنید. هر حالتی که باشی، در خوردن هم ذکر کرد، در پوشیدن هم ذکر کرد، در رفتن هم ذکر کرد، در کار کردن هم ذکر کرد. کدام حالتی که نباشه ذکر عبادتی هست که محدودیت ها نداره. رنگی دیگر چیزا نماز تو اگر طهارت نکنی نماز درست نمیشه، تو سطر عورت نپوشانی نماز درست نمیشه، تو رو تسین قبله نگردانی درست نمیشه، در روزه تو خودت گرسنه نمانی از سحر تا بگن روزه درست نمیشه، در حج تو اگر احرام نپوشی و گردی خانه کعبه طواف نکنی و عرفات و جنر اگر حج درست نمیشه. هر کدومش وقتی یک محدودیتی داره، اما ذکر یگان محدودیت نداره. در راه رفتن هم ذکر کرد، در نشستن هم ذکر کرد، کج پهلوی ذکر کرد، با پشت خوی ذکر کرد. طهارت داری ذکر کرد، طهارت نداری ذکر کرد، کار کرده سی ذکر کرد. همه حالتی که هسته ذکر یگان محدودیت نداره. کدام حالتی که باشی و ذکر کنی. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه خداوند رحمت و مغفرتش کنه که حضرت امام شافعی چند حصه مسلمان دنیا تقلید حضرت میگه همین قدر ذاکر بودن به همون اندازه ای که حتی به دکان سرتراش رفت، میگه در همونجا موی لباس گرفتند. سرتراش گفتی کم تر خرد بیست که من همین موی لباس رو پس کنم. گفت کار تا کردن میگی من کار کردن میگیرم. در همین حالت بی ذکر نباشیم که یکی الله عزوجل جان ما بگیره و بیاد خدا همون تا از دنیا در غفلت برم دیم تا همون اندازه را وقتی که میگه از دکان برام لبهاش سرخ بود، میگه خونالو بود. در همه حالت هم بیاد خدا و بی ذکر خدا نیست. از ذکر نورن، همین ذکر الله خودش نور است، دل روشنایی میده، آدم سبک میکنه، وقتی آدم خوش میکنه. سهو و خطا و گناه اگر به مثلا که یک خب اگر چیزی باشه که مثل یک چیزی باشه که این چی است که استغفار و ذکر به منزله هست که همون را نیستش میکنن. هر چقدر سهو و خطا و گناه باشه ذکر همون را نیست میکنن. ذکر قلب آدم را به قوت میکنه. الله عزوجل بنده های ذاکرش دوست میداره. هر کجا بنده ای که
هم ذکر قلبی داشته باشه و هم ذکر زبانی. ذکر زبانی همین با زبان میگوی الحمدلله سبحان الله لا اله الا الله دیگر. اما ذکر قلبی همو است که وقتی که مثلا در هر جا که باشه زبان خاموش است و اما با قلبش با دلش ذکر کردیسته. اگر چند زبانش هم خودش هم خاموش باشه اما دلش چی است؟ در یاد خدا و در ذکر خدا است. از ذکر ما پشت میگردونه. ذکر هم نماز است، هم قرآن است، هم مسجد است. ذکر همین یاد خدا هم ذکر است. هر کسی که از همه همین پشت میگردونه میگه در کار نیست نعوذ بالله، زندگی پر از مشقت خدا نصیبش میکنه. این زندگی که امروز ما داریم الحمدلله از همه جای دنیا در بهترینه. این زندگی که اکه هموی که در امریکا و اروپا و دیگر همو جایی ترقی کردن، زندگی او دهشت است. زنش با یک سگ زندگی میکنه، سگ قطع زندگی میکنه زنک یه روز به شوهر نمیکنه میگه الکل بده میگه همی خوبه سونکچه در دهنی همون سگ های میبینی رفته و اومده ایسته میشوش به شامپون توزش میکنه شاه همون را قشاق میگیره خوب میکنه. اینه دهشت زندگی زنکا همی هست. یا که وقتی که گرینه میزنه عرق هم میزنه زینا را میکنه تمام گناه هم میکنه آرامیش نداره قلب و اعصابش. تمام خودکشی هایی که در دنیا وجود داره 99% غیر مسلمان هست. 99% غیر مسلمان خودکشی میکنه. مسلمان خودکشی نمیکنه. و اگر که یگان کسل روحی داشته باشه یا یگان مثلا که عقلش کم باشه یگان حالت یا یگان جینی باشه یگان حالت قطعیه دیگه هموان برای چه کار میکنن؟ آرامش نداره. همو ویتامینی که در درون قلب انسان است. این قلب انسان از 3 قسم است. قسم این بلوگیش سینه میگن مردم. این قسمت بالا دیواری بلوگیش سینه میگن. قسمت درونیش قلب میگن. از درون او با دریچه است که درون چی است که فؤاد میگن. ایمون در همونجا قرار داره. تجلی الهی هم خداوند در همونجا نظر میکنه. لا ینظر الی صورکم و صورت ها نظر نمیکنه خدا. صورت ما و شما رو نظر نمیکنه. درازی، کوتاهی، فربهی، خرابی، لاغری، نگری، حبشی، توتی، جریف، نیمست خدا به این نظر نمیکنه. لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم و مالهاتون هم نظر نمیکنه. این مال هم در نزد خدا قدر و قیمت نداره. بل ینظر الی قلوبکم و اعمالکم بلکه الله نظر میکنه بر دلهای شما و عملهای شما. خداوند دلهامون رو نظر میکنه که دل در غفلت یا در یاد خدا. در عملهامون نگاه میکنه که عملمون چگونه است. آن که دوام اوید خداوند گفت که ایمونه نه اسلام نه هیچ راحت دنیا انمو ویتامینی که در قلب مسلمان محبت خدا و پیامبر باید باشه نیست. در امو نیست اما در مسلمان هسته. هر مصیبتی باشه مسلمان از خدا میبینه میگه تقدیر خدا بوده. خودشه آرام میکنه تنج میشود. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا زندگی پر مشقت نصیب میشه کسی هم که ذکر. اگر قسمت این طرف قسمت هندو را اگر که با او را ببینی اگر کارباری او را با تلخه را میکفه پدری خودشه مادری خودشه بلوی همین قدر هیزم در میمونه و میزنش علاق رابط سختان میگیره بوی روغن و بوی پوست و بوی خر میکنه دیگه و بوی دوز بدرش میده. در همونجا بعد چی هست که با اویه که میسوزانه خاکسترش میکنه بوی پولدار است. کم بغل دینمی کلا جرش دیسه توبوری پوچک پرک زاغ زغن میخرش در همونجا بعد نیم کلاسوز میشه دریای گنگده میپرتش. اینه مسلمان چکار میکنه؟ میشوه پاک میکنه خوشبو میکنه در کفن توزه میگیرن مسلمان ها جمع میشن در حقش دعا میکنن در خونه قبر میگذارن. بهترین ثروتمند هندو و کمبغل به دست سلام نمیکنه که کمبغل کسافتی داره یکی دستی در دستی من نرسم ما هم کمبغل شم به دست سلام نمیکنه. اما مسلمان چی است؟ همین قدر ثروتمند باشه ترس خدا و پیامبر محبت خدا و رسول است با کمبغل میره دستمال میکنه با برآورده مرحمون با پا خیزه. این چی است که و نحشره یوم القیامت اعما این بلای دنیاوی شونه. در آخرت چی میشوند؟ در آخرت خداوند خودش سوال جواب میده که و نحشره همین آدمایی که از ذکر پشت گرداندن
روز قیامت محشور میشن در محشرگاه در عرصات چشمشون کوره و نحشره یوم القیامت اعما. کور محشور میشیده است. بعد با دعوا میکرده است قال رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. خدایا برای چی چشمم کور کردی وقتی که من در دنیا میدیدم؟ الله ذوالجلال میگه قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسی. در دنیا چشمای بینا دادم، در دنیا پیغمبر فرستادم، در دنیا قرآن فرستادم. اگر پیغمبر نمیفرستاد دعوا میکنیم که خدایا پیغمبر نفرستادی، ما از کجا میدونیم شریعت دینه؟ بیم کننده و مثلا که یک کس بیم کننده و خوب چیزا بر ما نفرستادی، ما مجد دهنده را از کجا میدونیم؟ اگر از جین میشینیم که او جین ما او را نبینیم ندونیم پیغمبر. اگر از ملائکه میشید خدای اون ملائکه نفس نداشته باشه ما او رو نبینیم ندونیم، نفس نداشته باشه رنگی ما. خداوند میگه از جنس خودتون آدم، از آدم تولد شد از پدر و مادر، کلان شد، میخورد، میپوشید، بیمار شد، مثل شما از دنیا گذشت. از جنس خودتون پیغمبر فرستادم. از اینکه خیلی پیغمبر در زمان خود دعوت کرد بود شد الله اکبر 1000 سال گذشته است، ما از کجا بفهمیم؟ خداوند برای او پیغمبر چی است؟ با کتاب فرستاد قرآن. خودشانه که رفت قرآن تا روز موندگی است که نه بخونین عمل کنین. این همش حجت است. همه ای حجت است که بنده در روز دیگه میمونه دیگه رحمت. خداوند میگه در دنیا چشم بینا دادم. قال كذلك اتتك آیاتنا، آیاتای ما دارد بر تو گفتم فهموندن قرآن حدیث تو به بودی فراموشی هم یکی میگنی میگن خیلی تایید اساطیر اولین یک چیزای پیشینه چیزای کهنشیده عجیبی معجزه قرآن در همه میبینیم که امروز این امروز مشرک منافق کافری که همون گفته که نسبت اسلام میگه امروز میگه 14 عصر پیش خدا در قرآن خبر داده که میگه پورا میگن قال اساطیر الاولین. او امروز میگه 14 عصر پیش خدا گفت که همه گپا میگن یا همه گپا گفتیستن. خداوند میگه در دنیا که ما را فراموش کردی من امروز تو را فراموش میکنم. حضرت مولوی خدا رحمتش کنه همین آیه قرآن میگه که از نام خداوند که خداوند میگه زی ذکرم اون که رو توبت به دنیا و فردا حشر سازم زشت اعما. زی زیر خاک خیزد دیدش کور سیاه گشته دلش رون لیل بی نور. کند ناله همان بنده به مولا بی نور. کند ناله همان بنده به مولا که حکمت چیست چشمم کردی اعما. برای چی چشمم کور کردی در عرصات؟ به دنیا داشتم دو چشمی روشن که کورش کردی ای دارنده ای من. خدا گوید ای مخلوق نادان به دنیا دادمت نعمت فراوان. بدادم دست پا و چشم بینا دلی دانا زبانی ساز گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی زی دشمن اعتراض دوست جویی. زی ذکر ما شدی تو روی گردان به امر نفس با فرمان شیطان. و دنیا کرده ای ما را فراموش منم سازم تو را اینجا فراموش. در دنیا چه خیلی که خداوند میگه من را فراموش کردی من امروز تو را فراموش میکنم. اگه فراموش کردن نه فراموش کردنی یکی دنیا ده مثلا ما یک چیز از خاطر به این نه به این معنا نه به معنایی که فراموش کردن الله ذوالجلال او بنده از رحمت خدا بی نصیب شدن است، در قهر غضب خدا گرفتار شدن است، دوزخ جوش شدن است. انا همون فراموش کردنی که الله ذوالجلال میگه همچنان که مرا فراموش کردی من تو را فراموش میکنم. بزرگای خدا میگفتن که حضرت ابو سعید ابوالخیر حال دنیا سر به سر پرسیدم از فرزانه ای. یک اولیای خدا را دوست خدا را پرسیدن دنیا نتیجهش چیه؟ حال دنیا سر به سر پرسیدم از فرزانه ای. گفت یا خاکیست یا بادیست یا افسانه است. همه حاصلش یک مش خاک. قول جای قدیمه را میبینیم قلعه حصار را میبینی همونجا نخواه ناو کنده دیگرش کن همونجا اصلا یه مش خاک. قلعه هلبوب گردش هم تا گرد پسون کردگی درونش هم یک توده خاک
زور گوشم یا سه چور کلای پسیدگی قطورتا نکای دیگه چیه در اونجا حاصلش همی است گفت یا خاک است یا باد است یا مثل یا باد و میوزه گفت یا خاک است یا باد یا افسانه است مثل افسانه ولی که گذشته رو ما نقل میکنیم و یه روز میشه که ما شما همه نیستیم بود یارو میگن که انتری یک بودن بود رنگ افسانه میشه دویان بار حضرت میگه همون ولی خدا را پرسیدم که گفتمش آن کس که او اندر طلب پویا بود حاصلش خاک بوده است باد بوده است افسانه بوده است کی برای همین دنیا در حرکت ایره تله میزنه جوی ایره میگیره ایره مثلا یک تهمت میکنه گفتی امروزا پس ثابتش میکنه میغلطونه در یگون جوی ایره وظیفه‌ش میگیره جوی ایره تله میزنه مول که ایره میگیره همین کارا از وقتش بود از ابتدا بود این تا قیامت همیره کاری نو نیست طبیعت یادم همش میخیله اگر همون وظیفه رو من داشته باشم شاید که از او بو گنده تر باشم و میکرده یادم شاید از او گنده تر باشم طبیعت همه میخیله در نداشتن میگوی هو همیخیله ظلم دیگر نه که همون زینه ده باشی اگر اوچنده دیگه چشمات نمیبینه گوشود نمیشنه دیگه در این حلقه دیگه اهل علم نمیشینی دیگه بودم دیگرگون میشه پاگیده خب گفتمش آن کس که او اندر طلب پویا بود در طلب یعنی دنیا حرکت کنه و از او حیله و نیرنگ کنه و مکر حیله کنه حالی او چیه؟ او چیه؟ بعد میگه گفت یا کوریست یا کریست یا دیوانه است همون آدمی که در همین طلب تکاپو میکنه کوره که چشمی حق بین نداره همین داشتگی ها کجاش سرکامتای نداره کرایدهای توالی 4 کیلو بودای نخت میلیارد کجاش قذافی کجاشی حسنی مبارک کجاشی نه پول خوشبختش کرد نه منصب خوشبختش کرد پویدش داد نه اموال و مال چیز چورا این همی چی است؟ یار خداوند برای ما شما نشون ببینین این چشم قدی کور نشین ببینین او آدمی که طلبی همیده گفت یا کور است چشمی حقی نداره یا کر است گوشی حق شنو نداره یا دیوانه است دیوانه گفته کسی فایده را از ضرر فرق نمیکنه مثلا نانه از سنگ قلوق فرق نمیکنه پول بتیش پول مثلا از کاغذ فرق نمیکنه یا میدرونه یا میقوض یا میپرتش کسی که چی است نفع ضرر فرق نمیکنه اما کسی که در طلب پویای همی سیتا یک تشه گفت یا کوریست یا احوال عمری ما چی باشد عمر چی گفت یا شمع است یا برق است یا پروانه از همی سیتا یک یا شمع است که همین شمع وقت که میسوزه روشنایی میتر کمتر رفته در اخیر نه روغن میمونه و نه ریسمون روغن همین جسمو مونه ریسمون روح میبره الان برزخ میره جسمو در خاک میشن یا پسا نابود میشن مثل همین شمع بوده گو یا شمع است یا برق است یا چراغک میشه و نیست میشن یا پروانه است پروانه همون پشوی میده که در عشق روشنویی از پشوی میده که هسته که او عشقی همین که جوی دوتاش باشه میره میسوزه خاکستر میشه همین بعضی پلافونو را که شده کنی دونوش رمتری مشت هم همون تنبیر هم روشنویی در میسوزه نیست میشه و آواز نداره عمرم نداره انمی عمری ما و شما به مثل همین سه میگه گفت یا شمع است یا برق است یا پروانه است پس اگه همین ذکر الله ذوالجلال کردن البته برای ما و شما ضروره که باید ذکر داشته باشیم بعدا مثلا ذکر که گفت شنیدم که باشه با یک سوال و جواب باشه که باور کنید در باب نماز سوالای هست همه کتاب صلات خودش از همه در فقه اسلامی کلانترین کتاب است یک صلات یک طلاق مسئله‌ای هست در همین نماز در طلاق حیران میشه یکم بار میشنوید همین چیزا رو بپرسیم بدونیم در یاد الله علیه السلام اومده پرسید یا رسول الله ما حق احدنا زوجته علیه ای رسول خدا گفت وقتی که یک تیمور زن میگیریم زن به ما چی حق دارد وقتی که مرد زن میگیره زن چی حقوقها دارد پیامبر صلی الله علیه و سلام گفت ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فی البیت
رواه مسلم. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم سوالی مرد گفت که یکم خورونیدن، وقتی که میگه خودت که طعام میخوری همسر تا بخورون، یعنی با طعام تامین کردن در خاندان وظیفه مرد است، زنش باید بخورونه. خوراندن از وجه حلال، مهنت حلال، کسب حلال باشه. دویم گفت کسوت به سر و لباس تامین کردن، یعنی وقتی که زن البته که شوهر کرد، سر لباس به گردن شوهره، سر لباسی تابستانه، سر لباسی زمستانه، بعدا سر لباسی که موافق قانون شریعت باشه. زنی مسلمان، خواهری مسلمان، مادری مسلمان مستوره و محجوبه و با شرم و با حیا باشه. حضرت شیخ سعدی میگفت که ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ای زن، ای خواهر، ای مادر، از بهتری ارزنده ترین احجاب است که زن باید که مستوره و محجوبه باشه. همین 100 کسوت به سر و لباس تامین کردن. به جای خوب تامین کردن هم وظیفه مرد است و سکنو. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد در دوام گفت که خب انا ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. پیامبر امر کرد که در رو نزنیم. همین در رو زدن پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کرده گرد. یعنی زن با گفتن و فهماندن قطعی او چی است با فهم می شود، با زدن قطعی البته که با زدن یا برای پرپوس می شود. گفتیم عادت های مردم که آدم با زدن نمیشه، چند دیگه یک برای پرپوس میشه، یا برای گنده میشه، یا برای گوگردون میشه. فقط با گفتن و فهماندن قطعی، با زدن قطعی نیست. از همین مردم فارس در پیشینه هم مثلا که آتشپرست و مجوسی و اوستایی بودن، لیکن وقتی که اسلام اومد از این مردم آتشپرست همچنان اولیاهای خدا برآمد، چنان مفسرها برآمد، چنان محدثا برآمد، چنان فقیها برآمد که در یگان کره زمین مثل ها نبود، نه در عرب و نه در عجم. همه چی است و فهموندن و با گفتن قطعیدن. پیامبر هم همین میگه که والا تضریب الوجه، نزنیم و ضرب مثلا زدن مشت لغت قطعی سوز نمیشه. والا تضریب الوجه والا تقبح، قباحت هم نگیم. قباحت دشنام و حقارت که بعضی از مردم همی چی از عوده دارن دشنام و حقارت میکنن و بلند حقارت میکنن. بلند شریعت چی از پایبند هستن. این مردی به غیرت گفته میشه، او به غیرتی نیست دشنام و حقارت کنه و لط کوب کنه. پیامبر امیره چی گفت؟ ولا تضرب الوجه ولا تقبح. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه که از صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، 103 سال عمر دیدن. پیامبر در حقشون دعای به خیر و برکت کردگی بود. میگه که 10 سال در خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه بود. میگه 10 سال در مدت 10 سال هرگز از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم دشنام و حقارت و قباحت نشنیدم. 10 سال در خدمت پیامبر بود شب و روز، یک مراتب هم دشنام و حقارت و قباحت نشنیدم. میگه یگان خدمتگار شد، یگان همسر شد دشنام کنه، حقارت کنه و مثلا زدن و مشکلات همه چیزا میگه ندیدم. میگه از پیامبر صلی الله علیه و سلم. و انس همون قدر خدمت میکرد که میگه در همه 10 سال هم به من نگفت این کار برای چی کرده یا اون کار برای چی نکرده. همون قدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حلیم بودن. خب دیگر پیامبر در دوام گفت که ولا تهجر، بزنم قهرشیدن هم پیامبر منع کرده گیرد. این وقتی که همین قهرگی در همین تجربه هم میبینیم که یک اگر شید، یک همین 3 4 5 10 یا 7 شید، بعد یکی وسوسه از شیطان جینی دیگه شیطان اینسی گنده است. این شیطان جینی را عوض بالله من الشیطان الرجیم میگوی الحمد میخونی دفع گم میشه، نه را هم چیزا خوبتر میشه. او شیطان اینسی در پیش میاد، انا تری تری گفت تی تری بگو، انا تی تری نیستی تو اینسی با جینی در گنده تر است. انا همین قهرگی در به یک باره همین جدایی را زیاد میکنه، عاقبتش بر رفتن ناخوب میشه. الله ذوالجلال در قرآن زندگی خوب و خودش امر میکنه. الله ذوالجلال میگه استقبل والعاشرهن بالمعروف، شما همراه زنهاتون، زن همراه مرد، مرد همراه زن، زندگی به معروف داشته باشین.
زندگی پر از عشق محبت یکدیگر، دوستوری یکدیگر. حضرت خدیجه مادرمون وصف میکنه که وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در زمانی که مشرکا و منافقا بسیار اذیت آزار میدادن، پیامبر با خاندان اگر ضیق می اومد، اگر خفه می اومد، خدیجه مادرمون پیش میگو یا رسول الله، میگو جان من و جان پدر و مادری من فدای تو بود. با تو چی شده؟ تو رسول خدا هستی، فرستاده خدا هستی. این وظیفه سنگین و وزمین است. تو به این ضیق نشه، خفه نشه. همین خیلی زیر برداریش میکرد که پیامبر صلی الله علیه و آله خشنود میشه. اگر در حالت میگه رسول خدا اگر خرسند و خنده وقتش به خاندان میومد، خرسندی همون زیاد شوه گفته، پیامبر صلی الله علیه و سلم خدیجه مادرمون در پیش رقص میکرد، در پیش پیامبر رقص میکرد که خرسندی همون باز زیاد شوه. وقتی که زندگی خوب باشه بین زن و شوهر، قریب 50% کسل مرد نیست میشوه. این قدر کسل ها امروز زیاد تایی. چی خیلی که امروز همین مردم پول و مال دوره، خونه و در خورد خراب دوره، در دورهای سویتی یگان کسانتری نداشت. او قدری که امروز دوروی دوره مردم در او زمان نداشت، لیکن او زمان در آرامش بود. انمو آرامش امروز نیست. همه را داره، آرامش نداره. همه هست، آرامش نیست. آنها که 50% کسل نیست میشوه که اگر زن موافق قانون اسلام عمل کنه. امروز مثلا همون قانون اسلام برای زندگی زن و مرد، او چیزی که خدا پیامبر میگه، روسا گرفتنش، دیگرو گرفتنش، ما موندیم. روسا اک چی خیلی هستن، همین رفتگی ها مونده، کم وقتی بریم همون مردم میگیم نگیرین این مردم زن نگیرین، اشکار برآمده، نگیرین این مردم نگیرین این روسا زن. اکثرش یا بومژ میشوه یا در دین خریستیان میدروه یا که همتا خدمتگاری همون میشوه تا مردنش میمره میره. آباد هست نفرایش که زندگی خوب داره، زنی مسلمان، بعد میگه زنی من مسلمان قرآن میخونه، فرزندان قرآن خون نماز خونه، ما چی؟ این شما زندگیتون دوام بودین. بعد چی نقل میکنه؟ یک تاش میگه که یک توجی گرفته بودم، همین جانو میگه در نوکی بنی موارده میگه عذوبه. آن که در اینجا یک دختری روسا گرفته است، اکه با تربیه و با تعلیم است. همین خونه میدرون میگه، همین دویده میره در سر حلقه میپره، مچک میکنه، خشومدی میگه، خشومدی میگه، تمام خدمت من میکنه، تمام نمودن از خونه که ببرو، خشومدی میگه، خشومدی میگه، تمام خدمت من میکنه، تمام نمودن از خونه که ببرو میگه، تو دهنی درم یک مچک دیگه میکنه و با توجه میکنه. در دوام کار 2-3 بار زنگ میزنه، نصرانی ها چی خیلی بگهی بیایی چی میخری، چی نمود طعام دو پزم. چون این کاری که میکنه این خدا پیامبر میفرماید، همونه که الله میگه و عاشرهن بالمعروف همی هسته. در دوام آیت الله ذوالجلال میگه فإن کریهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. اگر شما یگان نقصان و کمبودی دیدین، نقصان و کمبودی دیدین، در راه شما نیت جدا شده نکنین. اگر یگان چیز به شما را کاری شد، فإن کریهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. شاید یک کارش بد میبینی و لیکن دیگه کارش برای تو بهترینه. شاید فرزندای بهترین کنه، شاید خاندان نگهبان باشه، شاید که مثلا توزکار باشه. فقط یک کمبودیش نگه نکنین. و دیگر که طلاق کردن این نشانه خوبی نداره. مبغوض چیزی که در نزد خدا است از حلالات طلاق است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که انا ابغض الحلال الی الله تعالی طلاق. مبغوض شوندیده ترین مباحات بسی پروردگار طلاق است. در طلاق شیطان خرسند میشه و خشنود میشه، الله ذوالجلال خرسند نمیشه. در طلاق شیطان خرسند میشه و خشنود میشه، الله ذوالجلال خرسند نمیشه. در هر کجا که نکاح برپا میشه، الله خشنود خرسند میشه و شیطان به غضب میآید. ببینه که خداوند چک امر میکند، مصلحت میته که شما در طلاق نکنین، شما را اصلاحش کنین. یک سالوی طالب علم مونده، همین قصه که بگویم که دوام شده. از رایانوی 5 بود، ریش موندگی بود در زمانهای سویتی، که ریش بر میدن در طریق کوسه بود. بعد توی رفتیم که توی سر کردن، در همون دوامی توی
بعدا او دختر از روی درک گفته که تو ریش اگر نتراشم توی نمیشه نمیگیرمش. این همه قاپیده که من نمیتراشمش. همین قدر بحث مناظره رفته ایسته که دختردار اگر ریشه نتراشه نیاید توی نمیشه دختر ما نمیتراشه. همین کسته یا قدر 10-20 دونه ریش دوره. این هم همین گفت قاپیده مستحکم که نمیتراشمش توی هم نشود. بعد پدرش خیلی بیه نصیحتش کنین یک دره بدرونشی پیرخره خیلی داشت ما این خیلی که همین ریش سنت پیغمبر های یکی خیلی زنم نعمت خدا ایم خیلی که شوهلی که ایسه خیلی که برم چی متوجه توکل بخدا هم تیخت بداونش بعد ببونش با چند نه گو نه نمیتراشم نتراشی توی نش یک روز دیگه همه خود آنها بتین چی روزی دیم دختردار آدم روی کن که خیلی بیا نروسا برم بیا نروسا برم. بعد پدرش میگه من این خسار کردم نه خیلی داشتم حقارت میکنه چی میشه این سر خرج کردی صدقه در روی خدوشی هیچی نمیشه و هر چی میگه جواب شمی و توی نشید و روزی دیم خیلی آدم روی کن که بیاین برینید اومن عروس آوردن اول همون عروسی که آورده سنمتری که بیزور بود از ریش از همه چیزا مختصر شریخویه و هیدویه درس میتونم دختر 3 بچهش حافظی کل قرآن هست دخترش از مختصر درس میتونم بین در نتیجه تعلیم و گفتن و فهموندن همون قدر دانویشی تو خودینه شریعت چیده الله عزوجلال خاندانی برادر بختیار پرفیض و برکات گردون و شاه عروس عمری دراز و برکات و توفیق هدایت فرزندای صالح صالحه نصیب شما